پدر، قرار نبود بیایم این بالا. نگاه کن سیمبا، هر چیزی رو که نور روشن میکنه قلم روی ماست. شما به همش حکومت میکنی؟ بله، دوران یک سلطان به عنوان فرمانروا مثل خورشید طلوع و غروب میکنه. یک روز سیمبا، خورشید دوران من در اینجا غروب خواهد کرد و تو به عنوان سلطان جدید طلوع میکنی. اون وقت تمام اینا مال من میشه؟ مال هیچ کس نمیشه، ولی وظیفه توی که ازش محافظت کنی، یه مسئولیت بزرگ. هر چیزی رو که نور روشن میکنه، اون درخت‌ها یا اون گودالا یا و اون کوها، اون ولی اون سایه ها چی؟ تو هیچ وقت نباید بری اونجا سیمبا. فکر میکردم پادشاه هر کاری بخواد میکنه، هر جایی رو تصرف میکنه. در حالی که دیگران دنبال جایی برای تصرفن، یه سلطان واقعی در جستجوی بخششه. تمام چیزایی که تو میبینی به وجود هم بستگی دارن و در یک تعادل حساسن. به عنوان سلطان تو باید این تعادل رو درک کنی و به همه احترام بذاری، از مورچه گرفته تا یه گوزن شاخدار بزرگ. پدر، مگه ما گوزنا رو نمیخوریم؟ چرا سیمبا؟ ولی بذار بهت توضیح بدم. وقتی ما میمیریم، اجسادمون تبدیل به علف میشه و گوزنا علف رو میخورن. بنابراین تو این چرخه بزرگ زندگی همه به هم مربوطیم.